توجیدین محسدینوف معلم است. از فن اینفرماتیکا به شاگردان درس میگوید. در تعلیم این فنی دقیق و مسئولیت طلب در ولایت خطان او یگانه نفری میباشد که موفقیت های پای در پای به دست آورده است. از سال 2020 تا این جانب شاگردانش از این فن در المپیادهای فنی ولایتی و جمهوریوی موفق میگردند. با سال 2020 تا این جانب در المپیادهای جمهوریوی 14 نفر خوانندگان مؤسسه ما از فن تکنولوژی اطلاعاتی در آزمون‌های جمهوریوی سازوار جایهای افتخاری گردیدند. بسیارتر با شاگردان کار کردن با واسطه تکنیک و تکنولوژی معاصر، یعنی در بغیر از ساعت‌های درسی باز ساعت‌های علاوه‌ای با آنها کار کردن. از صدق دل با شاگردان کار کردن سری موفقیت میشه. هر روز من 8-10 ساعت در وقت ساعت درسی و بیرون از ساعت درسی 2-3 ساعت دیگر با شاگردان با کار میکنم. انشاءالله که امسال هم با نیت است که در آزمون جمهوریوی باز شاگردان از سال پیشین دیده مقصد برآمد کنند و به نهایی مکتب شوند. او همین طور طبیعتش آرام است، خاکسار و حلیم نسبت نسل نورس دلسوز می باشد. در برابر آموزگاری اصیل بودن در مکتب مسئولیت پدریش را صادقانه اجرا می نماید. از رفت سواد آموزی فرزندانش که در همین دبستان تحصیل دارند دائما خبردار است. شبنم دخترش در صنف دهم تحصیل دارد، با بهای اعلی می خواند. او غالب دور ولایتی آزمون‌های فنی از فن زبان انگلیسی می باشد. به دور جمهوریوی آمادگی خوب دیده است. یک فرزندم 2 سال پای هم در آزمون جمهوریوی از فن تکنولوژی اطلاعاتی سال اول سازوار جای سوم و سال 2022 سازوار جای دوم گردیدن. انشاءالله امسال نیت هست که باز در آزمون جمهوریوی اشتراک کردن جای اول را صاحب گردن. بیان زمینه هستند انشاءالله که به نیتمون میرسیم. من در آینده خوششناس شدن میخواهم و به دولت خود صافدلانه خدمت کنم و من حاضر زبانی انگلیسی خوانده ایستادم و سال آینده خدا خواهد میخواهم فنهای حقوق و تاریخ گذارم که در همون کلاستری که من میسپارم همین فنهای اساسیش این حقوق و تاریخ میباشد. زبان خارجی چی؟ زبان خارجی برای آینده خودم که توانم صحبت کنم در زبان‌های روسی انگلیسی، برای همین زبان انگلیسی خوانده ایستادم. حالا کی دستگیری میکنه با تو؟ پدر، مادر، بابا و بیبی. وقت جدا میکنیم برای فرزنده. برای هر یک پدر باید، هر یک والدین باید و وقت علیحده به فرزندان برای نگاهبین و برای درس برای انتظامش باید که وقت علیحده جدا کنن. ما هم از اون گونه یک وقت معین که با فرزندان بخشیدگی هستیم. مثل شبنم همه 5 نفر فرزندان تاجدین در همین مؤسسه تعلیمی تحصیل دارند. با دانش و رفتارشان برای دیگر همسنفان نمونه عبرت میباشند. آموزگاری پیشقدم شاگردانش در آزمون جمهوریوی سزاواری، یعنی که از سال 2020 تا این جانب 14 خواننده‌اش یعنی که سزاوار جایهای نمایان گشتند و فرزندانش گیرنده استیپندیای پرزیدنتی می باشند. از جهت دانش خوب دارند و انتظامی نمونوی. همچون آموزگاری پیشقدم و همچون پدری بهترین به حساب می رود. تاجدین محسدینوف چی در مکتب و چی در خانه برای آنکه فرزندانش در شرایط خوب تربیت یافته به وایه رسند همه شرایط ها را فراهم آورده است. این یوسف جان فرزندی چهارم است. بعد نصف روزی به مکتب می رود. این حجره جای در سیارکنی او می باشد. با کامپیوتر آزاد کار کرده می تواند. خواب میخیزم دست مامشون گردی کوچه میدم مشق میکنم، بعد خیمیام میخرم با درسم تیار میکنم، بعد خیلی مکتب میرم تا ساعت 5 بگیره در مکتب بعد خیلی مکتب میام با خانه یک کم در تلویزیون یعنی ساعت تلویزیون تماشا بعد درسم تیار با اگر تا خیلی اومدم. اینجا همچنین کتاب‌های گوناگون درسی و بدیعی گرد آورده شدند. فرزندان از آنها منتظم استفاده می‌نمایند. در برابر تعلیم تربیت
با گگینه شخصی هم اهمیت کلان میدیم. بغیر از این با مساعدت میکنیم که با سکسیه ورزشی هفته اشتراک کنند. ما یگینه میکنیم، مساعدت میکنیم. با گشتین میروند یا با فوتبال میروند. انجام من یگینه است در وقتهای بکاری میتوانند که رفته اشتراک کنند. در تعلیم و تربیت فرزندان برای تحصیل موفق تاج‌الدین در خانه برای استراحت فرزندان شرایط‌های مساعد را فراهم آورده است. در این حجره آنها تلویزیون تماشا می‌کنند. عالم حیوانات برنامه پسندیده یوسف جان میباشد. اکنون درباره نام فرزندان برای نبیره‌ها نام مناسب را بابا و بیبیشان انتخاب کردند. یکم نبیرم نام پدرم موندگی. بعد دیگر این نبیروی دیگر من خیلی با خانگی و قطعیه مصلحت میکردیم یک نامی هم مشهور باشه هم نامی شناس چیز باشه. مثال من این نوستم یوسف نام موندیم. یوسف هم مثال نامی هم تاریخی هم نامی مثال مشهوره. همین خاطر ما یوسفش نام موند. ما مثال پیشنهاد کردیم همه اویلا مثل راضی شد ما یوسفش نمونده. بابا و بیبی زندگی آنها برای فرزندان و نبیره‌ها نمونه عبرت می باشد. شغل باغکاری و زراعتکاری استفاده ثمرناک قطعه زمین نزد هفدگی را آنها از بابا و بیبی آموختند. ما هر دیامون یک خیز هم گذاشته ایم. هر دیامون یک خیل تربیت کرده ایم. وای هم با من یاردم کرده است، من هم با وی یاردم کردم و چنین روزها رسیده ایم. ما نهایت خوشبخت سربلندیم که چنین فرزندهای خوب داریم، نبیره‌های خوب داریم، با تربیت داریم، با سواد داریم. این آرزوی هر یک مادر است که چنین فرزند و نبیره‌ها رو تربیت کنه. واسه دستونه کی پر میگیره بسیار. دست من نبیره‌ها بسیار میگیرن. چون که واسه کم ترکه که بیمار شدم، دست مرا نبیره‌هایم میگیرن. فرزندو همه خونه در خودش رفتن. حاضر وقتی نبیره‌ها نگاه کردن بیبی و بابا هسته، من بسیار خرسند سرفرازم که چنین نبیرگان خوب دارم. میگویند که فرزند گندم نبیره مغز گندم. از منم همون خیلی هستن که بسیار خوشبخت و سرفرازم. این همه زحمت‌های تاج‌الدین برای آبادی وطن است. او آرزو دارد که فرزندان و شاگردانش در روحیه وطن پرستی به پایه رسیده نفران با اور و ناموس و متخصصانی شوند که تاجیکستان با آنها افتخار نماید.